خدا قوت. سلامت بشی جوان، از این بر راه داره؟ راه که همیشه هست، فقط باید بگردی تا پیداش کنی. چه باحال. راه همیشه هست، فقط باید بگردی تا پیداش کنی. ای والله، ای والله. نمیدونم یه پیام از آفرینش بود یا یه جمله از یه باکسی. خیر پیش. خسته نباشی جوان. ای والله. کار اده با اجازه که کات دادی بار اول آخرت باشی داری کات میدی. اینجا کارگردن منم. برو آقا، پولشو دادم کارتشم خودم میدم. آن نمازین بیران نماز کارگردن با باقی ندم سوز دانشان خجالت چک. آروم باش آقا. آقای فیلم بردار این چه پلانی گرفت همش تاریکی رفله میده. اینک دودی نشستیم پشت مانیتور چی داری میگی؟ کدوم کارگردانی با اینک دودی میشینه پشت مانیتور آقا جون من؟ شب نده من تو هالیوود کارگردانی بیا اینجا دارم باید حرف میزنم تو هالیوود با اینک دودی میشستیم پشت مانیتور. آقای باقریا مدیر تولید کجاست؟ پایانش باز بود. من عاشق پایان بازم. حتی اخت بغلش بسته بود. این میشه پایان نیمه باز، نه استاد؟ باز و بسته‌شو نمیدونم، ولی دیالوگاش تا مغز استخون آدمو میسوزونه. اتفاقا این سکانس خاص ویژه‌ای تو سینما ایران. من به شما قول میدم این فیلم اکرام بشه تو فستیوال های داخلی خارجی بچرخه. این سکانس سینما ایران رو به بعد و قبل خود تقسیم میکنه. بی ادبا. فردا من با این فیلم میخوام برم فرش قرمز کشورهای اروپایی. خبرنگار آشوز پرس تیوی بیاد از شما مصاحبه کنه. میخواید این کلمات به کار ببرید؟ اون موقع فیلم من، حیثیت من، کارگردانی من بریز زیر سوال بابا. ولی چه جمله گفتی؟ گفتی که راه همیشه چیه؟ اصلا مو به تن من چیز شد. واقعا تشتک‌های تماشاگر میریزه استاد. ولی خیلی مهمه ها. میگه راه همیشه هست. آخه بعضیا راه نمیرن، نمیگن راه کو. خودت لوس نکن. گوش کنیم ببینیم چی میگم. حالا میریم سراغ شوفرایز دوم.
فیلم سینمایی فیلها در قوطی کبریت پرواز نمی‌کنن. داره اکران هنر تجربه میشه. 2 روز دیگه فرش قرمزش تو سینما ساحل برگزار میشه. همتون دعوتین، مخصوصا شما 3 تا لمندگان طریقت. دست شما دمتون گرم. دیگه چیکار کنیم دیگه؟ رفیقا کوروشون دیگه. کوروش مشکلاتی، ستاره بی بدیل و درخشان سینمای ایران. وای کوروش من به تو چی میکنم؟ حسودی. نبود چی نه که چی؟ افتخار. قربونت برم داداش دمت گرم. ول کن اینا رو. آقا فرش قرمز خیلی خیلی مهمه ها. لباسای مارک ترتمیز شیک میپوشید. حالا میخواید آرایشگاه، پیراشگاه، حمومی، عطر، اتکلونی چیزی بزنه شیک و شکل تمیز بیایید. بابا دیگه داستان شد همون. خیلی به تکاپو میافتیم، ما اصلا اونقدر انرژی نداریم. حتما باید این کارا رو بکنیم استاد. بله باید این کارا رو بکنید. کل عکاس و خبرنگار میریزه اونجا. کل این خبرها توی صفحات مجازی واینال خواهد شد، مثل بومیار پاتادجه گردا. هیچ وقت فکر نمی‌کردم واینال بشه. اینا چرا اینجوریه؟ این شاید بالماسکی خارجی هاست ها؟ به نظرم فشن شوه. این چرا جوراب زنانه کشیده سرش؟ آقا این وضعیت زشته، زننده است، اصلا چیه یاروه فلانه. چی میگه؟ بعد ترکیب پاره پوره آخرش چی بود؟ فلانه. هنجار شکناره. اوه هنجار خیلی مهمه. انگار دست گله. همه لباسش پاپیونه. فوق شلوار این چرا بلنده؟ آقا این همه لباس داره، تو به فاقش چی کار داری؟ فوقش خیلی بلند بود. حالا فاق اونو ول کن. فریبرز عرب نیا رو ببین چقدر پیر شده. ما احمق این رابرت دنیروه. دیگه مختار رو همه دیدن، اونم تو ندیدی؟ چرا؟ این تو مختار کدوم بود؟ عزیز مصر. آقا عزیز مصر رو ول کن، رابرت دنیرو رو ببین. چرا اینجوری باشه رابرت دنیرو؟ تو بیشتر میفهمی یا رابرت دنیرو؟ من نه میگم رابرت دنیرو بیشتر میفهمه یا این؟ گفت دیگه اون. تشتک. آقا اصلا رابرت دنیرو هم ول کنید، اینا رو نگاه کنید، عکس رو درست بفهمیم رو فرش قرمز چه لباسی بپوشیم. اما من کامل گیج شدم. بابا اینا یکیشون دستمال سفره پوشیده، یکیشون دامن پوشیده، اصلا نمیدونم برای تو که فرق نکن، تو کلا همین شکلی دیگه. من می‌خواستم تو این مراسم متفاوت بپوشم. آقا من یه فکری دارم. آفرین بخوابیم؟ نه ببین اون یکی کت تو بپوش. اما این فکرها چجوری به ذهنت میرسه تو؟ ببین یهویی دیگه. تو مشکلت حل شد الان؟ که مشکلم حل شد دیگه. شما میتونین زنگ بزنین به یارو بگین فلانتون رو چی کن. اینم نفهمیدی؟ چرا؟ شاهین جان، آقا شاهین، بله. میشه توضیح بدی ما هم بفهمیم چه اتفاقی افتاده؟ داشتم از دیوار اومدم بالا، از پنجره اومدم تو، پایین استخر بود. من نگفتم بهش که پایین استخره، اینجوری شد. راهش نیست آخه. شاهین جان اساسا در این مواقع بهترین راه تنفس مصنوعی. مرسی. آخه دهنش بسته است. پاشو بهش تنفس مصنوعی بده. آقا دیوید. شاهین جان اجازه بده من خودم انجام میدم. صبر کن. برو. دیوید میتونی؟ ببین من یکم چون بلد نیستم. رامتین باشه. آره خودم. آره باشه. بروش باشه. بسپرش ببر. باشه. دیوید نه اینو همون فشارش بده. آره. دیوید آفرین. خدا رو شکر. معرفی میکنم آقای دیوید پیکشادیان، طراح لباس، دیزاینر، فشن، مد، اینجور چیزا. این برند دویچه بانانا هست، با این برچسبه، طراحش ایشونه. درود به شناختن از برندهای لباس. خیلی خوب میشناسه برنده رو. مسلطه. های دیوید. های دیوید. های دیوید welcome to my home. رست این پیس. یه نکته وجود داره، چون ایشون مشکل حنجره دارن، به من پچ میکنن، من به شما میگم. چی میگه حالا؟ میگه که شما این لباسا رو برای چه مراسم میخواید؟ برای فرش قرمز اکران فیلم من بازیگر. رد
شما برای هر 3 نفرتون میخواین؟ نه فقط من و کوروش این هم لباسای مزخرفشو میپوشه. نه دیگه خب مثل تا اینجا اومده برای منم لباس طراحی کنه دیگه. ببین آقای پیکتاشیان اگه شما میتونید یه کت مشکی، یه پیراهن سفید و شلوار مشکی خوب برای من طراحی کنید. آقا تو کارشون دخالت نکن. ببین فقط میخوایم لباسا خاص باشه به چشم بیایم ما قشنگ تو لباسا برجسته بشیم. آفرین. به لحاظ هنری عرض میکنم. هنری باید بلندشین چرخ بزنیم. بلندشین چرخ بزنیم. ای بابا تمرکز کنیم بچه. ببخشین شما چی کار میکنی؟ ما نگفتیم پایشید یه دور بزنی. این نیم دور آقا، یه دور کامل بزن. دست بالا، بالاتر، دست باز. این مترسک دیگه، عجب سگای آها این مترسک. آفرین. حالا بچرخیم. بابا نمیشه اینجوری. چرا نمیشه؟ بشین نخواستیم بشین. شما این لباسا رو تا کی میخوای؟ یه ما طول میکشه. بابا فردا شب اکرانه میخواد. بابا یه ما دیگه که اختتامیه‌شه، ما واسه افتتاحیه‌اش میخوایم. آقا میری چیکار؟ بهش بگو ما 10 برابر پول دستمزدشو بهش پول میدیم، فقط تا امشب بهمون برسونه. پول بابای خودت هم بودیم پولو میدادی؟ نه بابا معلومه که نه. ممنونم از صداقت. آخرش چی میدی یا نمیدی؟ آره بابا پول بابای منه. تا همین امشب آماده است. دمت گرم. تمام. اندازه رو میگیرم ازتون میدم به آقا. سوالشون اینه که شما چرا حوله پوشیدین؟ معلومه دیگه. استخر اومدیم دیگه. تو استخری حوله نمیبری؟ خب با اجازه. بفرم. بای دیوید. بای دیوید. دیوید خداحافظ. بای. چیه؟ تو جیب من اسمارتیزه؟ بابا تو جیب شلوار من آدم گردیده شده بود. و خوردیش؟ از دست بابا. این لباسا نونی زده اینا توشه. این عمو فتیله‌ایا. چیه؟ همون فیتیله یکی هم دیگه. بارا آقا ما آلندلونیم بابا خود تو سرت کنم مگه نگفتی اینجا همه مثل من لباس میپوشن؟ بابا اینا که همشون این آدم حسابی ها شیک و پیک همه مثل مهندسان همه مثل دیپلمات‌ها لباس پوشینن. من کسی فرش خیلی با هم گرفتیم دیگه. جلو بانو آقا بیم بریم تا زایر نشدیم بیشتر از این. بابا جواب بوتنو چی بدیم؟ بابا خود بوتنم بیشتر راضیه که ما با این لباسا دیگه جلو بانو استاد خیلی سلام سلام کنیم. نرو سلام استاد. سلام خوبی؟ ببخشید شما؟ من پارتنرتون تو فیلم هم دیگه اون واکسیه تکو که بومبسته. کورو شما دوستان رامتین و فؤاد کبیر. چه اینقدر سر و وضع تغییر کرده نشناختم. خوب شده؟ جانم بله فرمایید. این لباس ها چی شما پوشید؟ با حال استاد خوشتون اومد ها؟ دلقه چی؟ بابا یه بهتون میگم جلفه دیگه میگه قشنگه درود به شناختتون از مد و زیبایی، درود به زیبایی شناسیتون، درود به شرف. ببینین عزیزان من الان 40-50 ساله توی درسی دارم زحمت میکشم، تئاتر بازی کردم، فیلم بازی کردم، زحمت کشیدم، ولی یه چیزی نفهمیدم، یه بازیگر با تلاشی ممارست و تمرینی که بازیگر میشه نه با این جلفازیگر. فهمیدی؟ نه عجیب نیست که اگه نمیفهمی. ببینیم بچه مردم بیزه با خولار بیزه الگو تو تالار. میگه مردم چی میکنن بعد چی میگیرن؟ مردم ما رو نگاه میکنن از هم الگو میگیرن. ببینی بچه ها جوانلار
به ما نگاه میکنن. اگر ببینن ما اینجوری لباس میپوشیم فکر میکنن کار قشنگ اونا انجام میدن. والله درست نیست. تو مارام یه هنرمند این کار درست نیست. بیدی بر ساختمون والا تو مرام هنرمند نیست این کارا ساختمون. یه استاد همینو فرمودن دیگه. بابا نه ساختمان بیدی یعنی فهمیدین که چون چی شد؟ خوبی استاد قلبم در گرفته بزن نداری؟ بیا اینو بخور خوب باشه. خوبی استاد؟ استاد بهتره؟ این چی بود دادی به استاد؟ اسمارتیز. بابا این بد نباشه براش. بابا اسمارتیز این فکر کنم قرص چپ گرفتش خوب شد. یه چیزیش نشه. بابا یه اسمارتیز. اون یه چیزیش نشه بیا. رامتین اسمارتیزه. این چه وضع افتضاحیه. سلام بودم. سلام علیکم. سلام بودم. سلام علیکم. سلام اونتن. سلام کو. این چه وضع عجق بجق درست کردی؟ چرا اینجوری لباس پوشیدین حیوانا؟ اینا لباس به این شکلی چی میخوای دیگه؟ بابا مردم منتظرن ما هنرمنده یه کاف بزرگی بدیم، بعد این حاشیه سازی میکنن بزرگش میکنن. فقط کافیه به خاطر این لباس پوشیدن شما برای فیلم من حاشیه درست میکنن، فیلم من متککف کنن، بتراتون میکنن. بتراتون میکنن. این چه پالانی پوشیدی؟ bunlar لباس نخرچی لباسیدler. Abur heysiyet bakalım. ببین چی زدن. بس کن دیگه صبح تا حالا 100 دفعه دیدیم. آقا زده ابتذال در سینمای ایران، بازیگران با لباسهای هنجار شکن. او دمشون گرم دیگه ما هم بازیگر حساب کردن. آقا بازیگر حساب کردن چی؟ زده سینمای ایران به کدام سمت میرود؟ به کدام سمت میرود؟ اینا شورشو در آوردن. آقا شورشو در آوردن چیه؟ عکس ما رو زده زیرش نوشته انحطاط فرهنگی در سینما. انحطاط چیه؟ انحطاط یعنی به نهد کشیده شده. این الان خوبه یا بده؟ خیلی بده. آقا بیا هوتنم زنگ زد. چی میگه؟ من هنوز جواب ندادم، چه میدونم چی میگه. جواب بده. این بر نداره میخواد فوشت بده. نه بر نگید. بازی کنی. الو هوتن جان. خب عصبانیه. اوه. شبکه 2. چشم بزن 23. نه صبر کن. ایرانیان سلام، به اخبار 23 خوش آمدید. امشب گزارشی را ببینید از ابتذال در سینمای ایران. این روزها که بحث پوشش یکی از بحث‌های مهم در بین مردم است، شاهد یک هنجار شکنی هنری در بین بازیگران بودیم. بازیگرانی که باید الگوی جامعه باشند با رعایت نکردن موازین اخلاقی و عرفی در پوشش خود سبب آزرده شدن مردم. این چرا صورتمون نشون نذاشت؟ این چه مسخره بازیه؟ چرا صورتمون شطرنجی کرده؟ من اعتراض دارم. پاشو زنگ بزنیم یه جا اعتراض کنیم، الان پخش می‌کرد ما رو معروف می‌شدیم. با من که خیلی هم خوشحال شدم. من اصلا دوست نداشتم 23 قیافمو نشون بده. ولی من خیلی دوست داشتم 23 قیافمو نشون بده. به نظر من باید یه مصاحبه جنجالی بکنم. پاشو زنگ بزن شاهین بیاد 4 تا خبرنگار بیاره ببینم. بابا ول کن شاهین سر همون لباسا میدونی چقدر کت تو پاچمون، میدونی چقدر پولای بابایی خرج شد. آقا هوتن خیلی عصبانی بود. با این گندی که ما زدیم این فیلم نمیفروشه. من باید یه کاری بکنم. بچه‌ها من فکر کنم استاد قیصری سکته بکنه. بگو جان من چیکار کنیم؟ میتونیم با ناراحتی بازیمون رو ادامه بدیم. چجوری این فکر رو به ذهنت میرسه؟ یه چی نگید؟ تو چیزی گفتی مگه؟ چیزی نگفتم. منم که چیزی نگفتم که.
نه میگم یعنی این هنرمنده روحیه حساسی داره، دنیا رو یه جور دیگه میبینه. این الان بیاد تو ممکنه سرمونو ببره. او بیشور داری میگه هنرمند حساس، بعد میگی بیا تو سرمونو ببره. آخه این همه حقیقت نیست. این باباشم خفتگیره، الانم زندانه. آقا بعد اصلا رو باز نکنیم. ما این تو مراسمش هم گند زدیم، ممکنه عصبانی باشیم. به نظر منم به هیچ وجه در رو باز نکنیم. موافقم. بیشور در وا کردی که. آخه تو علم فلسفه میگن که با واقعیت مواجه بشین، ازش فرار نکنین. الان چیکار کنیم وقتی داره میاد؟ ببین من میگم که خودمون رو بزنیم به بازی، مثلا داریم بازی میکنیم، حواسمون نیست اصلا. خب 2 تا دسته که بیشتر نداریم. من یه فکر بهتر دارم. خودمون رو میزنیم به خود. بابا تو چجوری اینا به ذهنت میرسی؟ ای وای ما چقدر وقت زیادیه داریم بازی میکنیم. کوروش تویی؟ چه بیخبر هوتن جان؟ چرا در باز نمی‌کنی؟ در زدی مگه؟ بله زنگ زدم. زنگ زدی؟ این چه قشنگ. بابا ایول دمتون گرم، شما کاری کردین کارستون. من با 10 تا بیلبورد زدم تو اتوبان، 10 تا تیزر تو تلویزیون نمیستم انجام بدم. بابا ایول پاتادبسız. چی شده هوتن جان؟ بابا من پول تبلیغات فیلمی نداشتم. شما یه کاری کردین که این فیلم من دیده بشه. عکسای فرش قرمز ترکونده ها، خبراش همه جا پخش شده، خیلی دیده شده. دمتون گرم. آره دیدم متاسفانه، خیلی هم بد و بیرا میگفتن. بذار بد بیرا بگن، این تبلیغ منفیه. هر چقدر فش بدن بد بیرا بگن، اتفاقا این فیلم من دیدمش و بال میشه. ببخشید یعنی الان شما خوشحالین؟ بله که خوشحالم. اتفاقا تو پوست خودم نمی گنجم. فروش فیلم همینجور داره سعودی میره بالا پایین. اینایی که داری میگی واقعی یا مقدمه دعواست؟ اسکاه ما رو گرفتی. دعوا چیه؟ بفرمایید شیرینی. بفرمایید شیرینی بردارید. بفرمایید. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. اتفاقا تهیه کننده فیلم گفته فروش فیلم همینطور ادامه داشته باشه، یه شیرینی توپل مشتی بهتون میده. نوش جانتون. دمتون گرم. مسموم نباشه. بله بگو بابا. آقا این باباش از زندان آزاد شد. سر به نیستمون میکنه. بگین شما دیگه چی؟ کی؟ واقعا؟ وای. بله ممنونم. بله حتما ممنون که خبر دادید. خداحافظ. به فنا رفتیم. پدر بود؟ وای خدای من، اصلا داری با فیلم من چی کار میکنی؟ وای خدای من، با من داری چی کار میکنی؟ شک. چی شده آقای کارگردان؟ استاد قیصری بازیگر فیلممون سکته زده مرده. آخه چقدر ناراحت شدم. تسلیت میگم بهتون. وای ای خدای بزرگ. وای این قیصری کی بود؟ بابا حمله کشید اونا گند زد بهمون دیگه. آخه نه منم واقعا خیلی ناراحت شدم. من نمیدونم این چه تقدیری، این چه سرنوشته‌ای برای این فیلم من داره رقم میخوره. ای خدا شکر. زندگی همینه دیگه. نه همین نیست. چرا؟ زندگی همین. ببین اصلا میگن زندگی نمیم چیه که در خونه همه فلان میکنه. شطور. نه بابا همین نیست. بابا برای همه فیلم ها کمین اتفاق نمیفته که. استاد قیصری سکته کرده مرده، میدونی یعنی چی؟ یعنی سینما ایران عزادار شد. خب اون آره، ولی دوباره این فیلم در صدر خبرگزاری ها قرار میگیره. تو روزنامه های زرد قرمز دوباره تیتر میزنن، دوباره میترکه. استاد قیصری آخرین فیلمش برای استاد هوتن وطن مورچه ایفا نمود. این تو تاریخ ثبت خواهد شد. وای خدای من استاد، وای آخه این چه موقعی مردن بود؟ چه نونه گذاشته تو کاسه ما؟ اصلا دیگه نمیدونم چه تشکر ویژه‌ای بکنم از این استاد ماهمون. یعنی تو الان از فوت استاد خوشحالی؟ بله که خوشحالم. آقا من هر چی فکر میکنم ما مدیون استاد قیصری هستیم. از چه جهت؟ از همه جهت. شما فکر کن من اگه تو فیلم اولم به جای استاد قیصری جلوی یه آدم کار اولی کار میکردم اینی میشدم که الان هستم؟
ببینم تو الان چی شدی؟ من چی شدم؟ هیچی نشدی. هیچی نشدی. بعدم ببینم اصلا اون پیشکسوت باشه، پیشکسوت توه، پیشکسوت ما که نیست. آقا این چه حرف زشتیه؟ این چه کلام قبیحیه؟ استاد قیصری اگه نبود عکس هیچ کدوم از ما نمیرفت رو مجلات. منطقی راست میگم. منطقی. من میگم باید بریم تو مراسم ختم سنگ تموم بذاریم. آها، خلاف منشور نمایندگانه. فیل هرچی بیشتر دیده بشی استاد قیصری بیشتر دیده میشه. من استاد قیصری که فوت کرده بعید میدونم براش مهم باشه که بیشتر دیده بشه. تو مطمئنی خودت نمیخوای بیشتر دیده شی؟ نه مطمئن نیستم، ولی خب میگم شما دوتا هم دیده بشین دیگه. پس زنگ بزن شاهین بیاد. بابا شاهین تا بخواد زنگ بزنه پیکشادیان بیاد اصلا مراسمشون تموم شده. نه بابا شاهین تیز و بوزه، کارو جمع میکنه. خب پس چیز کن، یاروشو چیشی کن. باشه دیگه، پس یاروشو چی میکنه؟ بیا دیگه آقا دیوید، یکی دیگه تلاش. این تنفس دم به دمش بده. نه اون جواب نمیده. من میدونم الان ایشون دارن چیکار میکنن. من مرده فکر کنم. یکی دیگه آقا یه تلاش آقا پیک. نمرده. آفرین. خوبی آقا شاهین دیوید. چرا باز پرید تو آب؟ اتفاقا من بهش گفتم چرا نمیری از در بیای تو؟ گفتش نه حال میکنم میرم از پنجره میپرم تو استخر. وقتی میپره تو استخر شاد میشه، وقتی هم شاد میشه میره تو عالم هپرود، میگه اسکیس طراحی لباسم خیلی قشنگ در میاد. وای شاد نشد که خفه شو. نه میگن که حالشو بردین، منظورش طراحی لباسی مراسم افتتاحیه فیلم بود. قشنگ بود؟ نه. خب چه جالب. سوال میکنن که مراسم لباسی که میخوان طراحی کنن برای چی؟ برای کجاست؟ مراسم استاد بزرگ سینما ایران فوت کرده. باید متفاوت باشه، باید جلوه کنه، باید بزرگ نمایی باشه، یعنی سیاه و اینا نباشه. موافقین؟ دست کم 3 ماه وقت میبره. بابا مراسم ختم همین امروز بعد ظهره. آره ببین شاهین ما 20 برابر برو بریم. ببینم پول بابا خودت بود همین. بابا هر دفعه این سوالو میپرسی. نه آقا نه. که نه پول بابای توی دیگه. درود به صداقت. آقا من چیکار کنم؟ اوکیه. من میدم پول بابای خودم 20 برابر میدم. با این حساب 20 دقیقه دیگه لباساتون آماده است. دیوید دمت گرم. آقا ولی من نگرانم. نگران چی؟ میگم اینجوری بریم باز بهمون نخندن. نه بابا. ببین ما اون تضادی که لازم بوده رو تو لباسامون ایجاد کردیم. ببین من پلنگ دارم، تو یه عالمه فه داری، تو هم از این خطای رنگی. ببین این دفعه داستانشه هوتن میکشتمونا. نه بابا اون دفعه هم کلی حال کرده بود بابا، خداش هم باشه. اینا کی آمدن تو حیا؟ این بچه هم سه زوده تو حیا. تو چیکار می‌کنی؟ باید بیرون ببینم بچه برو. بابا نه جلوی بانو. شما تنتان کرده. برو ببینم. ببین میبرم که قیصری خواهشت میکنه. جلوی بانو خواهش میکنم. بابا این بچه من از وقتی که شماها رو دیده نمیدونم از کجا رفته این لباسا رو پیدا کرده پوشیده. هرچی هم بهش میگم درار این لباسا رو مثل آدم لباس بپوش، گوش نمیکنه. الانم آوردمش اینجا، شماها حداقل یه چیزی بهش بگین. ما بهش بگیم؟ بله. شما بهش میگی گوش نمیکنه، ما بگیم گوش میکنه؟ بله چون شماها رو دیده، شماها رو میشناسه. ما بگیم گوش میکنه دیگه. بله. اینا رو نپوش. باریکلا بابا باریکلا، خیلی تاثیرگذاری بود. ببین دهن تو. نپوش اینا رو، خیلی تاثیرگذار بود. چی داری میگی آقا؟ این بچه چیزی بهش بگین اینا رو نپوش، اینا از مدرسه دارن اخراجش میکنن. اون به ما چه ارتباطی داره آخه؟ به شما چه ارتباطی داره؟ به خاطر اینکه این فیلمای شما رو دیده ازتون الگو گرفته. هر چی هم بهش میگم گوش نمیکنه. الگو هم که غلط باشه میشه این. فواد کار خودته. ببینم جان، اولا که خانم کارتون بسیار اشتباه بود. تنبیه بدنی خیلی وقته که رد شد. عزیزم سلام. ببین همونطور که میبینی این لباسایی که ما پوشیدیم مال آدم‌های به درد نخور، آدم‌هایی که توی جامعه طرد شدن، آدم‌هایی که هیچ راشون نمیدن و خیلی آدم بدی هستن. خب این لباسا رو هیچ وقت نباید بپوشی. همون چرا اینجوری به بچه میگی؟ بچه اصلا نفهمید که قشنگ باید توضیح بدی برای بچه. درستش بگو. ببین عمو جون تو چی نکنی که چی میگه کی؟ تو باید خودت یارو کنی که چی بشه که چی کنی دیگه. ترجمه کن. ببین میگه که عمو جان تو نباید نگاه کنی آدمای دیگه چی پوشیدن که ازشون تقلید کنی. تو باید خودت عقل داری تصمیم بگیری و لباس بپوشی. بله. پس چرا خودت پوشیدی؟ سوال قشنگیه. ما
پشیمونی. پشیمونیم. یعنی اشتباه کردید؟ آره ما اشتباه کردیم. این دوتا هم اشتباه کردن؟ این دوتا هم اشتباه بگین ما هم اشتباه کردیم. خب در بیا لباساتو دیگه. اگه میخوای لباسم در بیارم بگی غلط کردم. ای بابا برو اینما. حالا بهش بگو بره دیگه. خیلی خوب ببین ما غلط کردیم. غلط کردیم. غلط کردیم. اینا اینجوری درست نمیشه. اینا من خودم تنبیهشان کنم. تنبیه کن دیگه. آقا ول کن دیگه جلو بچه. دیدی ما در این آدمو بی خود و بی فرهنگی ام. قربونت برم ببرید. برو خانم شما اصلا بچه‌تون تربیت نکردی. منم لباسای ما خیلی هم قشنگه، بی سلیقه. اصلا چرا این همه دستکش داری شما تو خونتون؟ آقا توهین کرد بهمون. بابا من یه فکری دارم. بخوابیم؟ نه یه دقیقه صبر کن. ببین ما باید یه کاری بکنیم همین خاک سپاری از بین نره. همینی که ما اینجوری تبدیل به الگوهای نامناسب جامعه نشیم. بعدم برخلاف منشور لمندگان هم کاری نکرده باشیم جایی لازم نباشه بریم. آفر فکر خوبیه. خوبیه دیگه. چیکار باید بکنیم؟ من میگم یه ویدیو درست کنیم. این ویدیو رو منتشر کنیم که حسابی واینال بشه. عالی آقا تایید تصمیم؟ تایید تصمیم. با حداکثر آرا تصمیم شد. بله. اصلا از اولش هم نباید میومدیم بیرون. خیلی تحرک داشتیم. دمپایی نباید میوردی؟ انداختیم اون بره حیات دیگه. حالا بذار هر وقت از اونجا رفتیم. خب آقا بذار من بزنم. بزن. خب ببین. نه یکی بزنیم. ببین بهتر شد ولی نه خوبه به نظرم خوب. ببین پیاز معجزه میکنه. بابا عجب ایده خوبی دادی این هوتنه. اوه چه عشقی. بابا خوبه. وایسین خوبه بیا غمگین شو. سلام دوستان، من برای بازی توی یک فیلم سینمایی به خارج از کشور اومدم و ما اینجا متوجه شدیم که استاد قیصری کبیر از بین ما رفته. انگار همین دیروز بود که سکانس آخر زندگیشون روبروی من بازی میکرد. سکانس اول و آخره. خدا رحمت کنه. داداش این علکیه ها. خدا رحمت کنه. بابا این قبری که بالا سرش گریه میکنی مرده توش نیست. درود به خانواده خفتی. بابا برو قدش کن تابلو شد خارج. بریم من نمی آقا راه همیشه هست، فقط باید بگردی تا پیداش کنی. این چه دیالوگی بود من گفتم، اون چه جوابی بود تو دادی، این چه سکانس ماندگاری شد تو سینمای ایران. راه همیشه هست، فقط باید بگردی و پیداش کنی. استاد انگار صدا تو دارم میشنوم. بیشتر به نظر میاد این یه پیام از آفرینش باشه، نه یه جمله از یه واکسین. استاد حس میکنم اینجایی. زهرمار ترسیدم. استاد خودتی؟ نه قبل بغلیه نمیبینی خودمم. استاد چرا اینقدر بی‌حساب شدی؟ زمان حیات نسبت به ممات خیلی خوش اخلاق‌تر بودی. بعد اصلا این قبل نمادین ما برای دل خودمون دم خونه اینو ساختیم، اومدی اینجا چیکار؟ من روحم اینجا در پرواز بود. یه دفعه چشم خورد به عکسم، اومدم یه سری بزنم برم. بعدشم گلاغاس ندیرم، یه بازیگر با تمرینی، ممارستی، ریاضتی که بازیگر میشه، نه با این جلف بازی ها. بلدین بابا استاد درود به روحت. درود به روحت جد آباد تو، اون رفیقای جلفت. گشترو جامپه فوق ببینم برات.
کسی امشب برقا رو خاموش نمیکنه گفته باشم. ای بابا حالا چجوری به این ثابت کنیم توهم زده؟ آقا این قبره رو اصلا ما خودمون کندیم، قیصری اینجا چیکار میکنه؟ آقا ما میدونیم قبره رو خودمون کندیم، اون که نمیدونه ما کندیم، اسم خودشو میبینه میاد. بعدش هم اگه خودش نبود چرا باید دیالوگ تو فیلمو بگه؟ بابا دیالوگ تو فیلم چیه؟ هوتن یه دیالوگ به تو داد برای اینکه فیلمش بفروشه، بعد تو جواب قیصری و هی تو ذهنت میاری فکر میکنی خود قیصریه. آقا فقط دیالوگ نبود. خودی چی گفت؟ تو سینما بهمون گفت شما با این جلف بازی ها به هیچ جا نمیرسید، باید تلاش کنید. اونم گفت. ما اجازه آقا غذاتون رو آوردم. بفرمایید. بفرمایید. خدمت شما پپرونی و گوشت و قارچ و استیک. چقدر شد داداش؟ چقدر؟ 600. کارتو بده. شما 800 هم انعام بکشین برای خود. یعنی 1,400 بکشن؟ دیگه اصلا 2 بکشین که روند شد دیگه. 2. دوستان این کارت اگه مال بابای خودتون هم بود همینقدر انعام میدادین؟ نه. خیلی لاشخورید ولی صداقتتون رو دوست دارم. آقا خیلی با مرامی رمز. 4 تا 1. 4 تا 1. آقا ممنونم، خیلی باحالین. اصلا میدونین چیه؟ یه چیزی اینجام گیر کرده باید بهتون بگم. بگو. دیوید جون. آقا دیوید چه خوب واقعی اومد. یه بشین غذا من الان بفرمایید. یه غذا نه قربونتون صرف شد، دست شما درد نکنه. نه هیچی. اومدم بگم این شاهین منو گول زد اون روز، پافشاری کرد که تو هم باید با من بیای. منم توی محل کسی رو نمیشناختم که گفت یه لباس و یه ادا اصولا. بعد مثلا نمیتونم خودم لباس خودم بپوشم. بعد من دیوید نیستم، داوود پیک شادی هم، چون پدر جدم پیک بودن. یعنی اصلا ما ژنتیک پیکیم. یعنی پدر بزرگتون کبوتر بودن؟ نه بابا احمق، کبوتر که نامه میبره که اینا غذا میبردن این برون. ببینم ما اگه اینقدر به انعام نمیدادیم بازم این اعترافات رو انجام میدادی؟ نه. آفرین. ما الان نباید با این یه برخورد خیلی بد بکنیم؟ خب حالا یه دفعه که حال داشتیم باید یه برخورد خیلی بد انجام میدیم. حالا دوستان حلال کنین دیگه، ببخشید. این همین بود دیگه. به تو میرسه داداش، برو. چه کلاهبردار شریفیه، چه کلاهبردار انسانیه، چه کلاهبردار آدم حسابیه. بابا چه محلی دارین شما؟ اون دزدش، این کلاهبردارش، دیگه چه خلافی میمونه؟ خفگیری هم هست. میگم بیاین یه بار خفگیراشون هم تجربه کنیم.